يمضي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه فاسألوا التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر رضی الله عنه گفت: عمر، در زمان خلافت تو یک شخص می آید، نام او اویس می باشد و آن از قبیله مراد از شاخه قرن می باشد. رنگ او سیاه و قد او در میانه می باشد. وقتی که او آمد تو از او دعا گیر، علی تو هم دعا گیر. حضرت عمر و حضرت علی رضی الله عنهم حیران شدند و به حیرت طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکردند و فکر میکردند که ما از اویس دعا گیریم در حالی که ما صحابی هستیم و او تابعین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اویس اینقدر خدمت به مادر کرده است که هر وقتا که دستانش را برای دعا می بردارد الله جل جلاله دستان او را خالی بر نمی گرداند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که خلیفه شد هر سال حج می کرد. هر سال اویس را می جوست. در یک مراسم حج همه حاجیان را جمع کرد و گفت: همه بنشینید، تنها شخصانی که از یمن آمده اند ایستاد شوند. همه نشستند، یمنی ها ایستاد شدند. باز گفت: همه یمنی ها بنشینید، قبیله مراد ایستاد شوند. همه یمنی ها نشستند، قبیله مراد ایستاد شدند. باز گفت: قبیله مراد هم بنشینند، قرنی ها ایستاد شوند. تنها یک شخص باقی ماند. حضرت عمر رضی الله عنه به او گفت: تو قرنی هستی؟ این شخص گفت: بله. او را پرسید: اویس را می شناسی؟ گفت: بله می شناسم. او پسری برادرم هست، اما او کم دیوانه است. برای چی شما او را می پرسید؟ از چشمان حضرت عمر رضی الله عنه اشک جاری شد و گفت: توی دیوانه. باز پرسید: در کجا است آن؟ آمده است حج؟ اینجا هست آن؟ این شخص گفت: بله آمده است. پرسید: کجا است آن؟ گفت: شترچرانی رفته بود طرف عرفات. در حال حضرت عمر حضرت علی را همراهش گرفت و دویدند طرف عرفات و رسیدند آنجا. دیدند که یک شخص در زیر درخت نماز نفل میخواند و شترهایش در اطرافش میگردند. این حضرت ها نشستند. اویس احساس کرد که کسی آمده است، بنابراین نمازش را مختصر کرد و سلام داد. حضرت عمر رضی الله عنه پرسید: شما کی هستید برادر؟ اویس گفت: یک مزدور هستم. پرسید: نام تو چیست؟ گفت: بنده الله. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: ما همه بندگان الله هستیم. همان نامی که مادر تو به تو گذاشته است چیست؟ از بس که اویس نمی شناخت آنها را گفت: شما کی هستید که مرا می پرسید؟ حضرت علی رضی الله عنه گفتند: این امیر المؤمنین عمر بن خطاب است و من علی بن ابی طالب هستم. اویس در حال به هر دوی آنها سلام کرد و گفت: مرا ببخشید که من شما را نشناختم. حضرت عمر رضی الله عنه گفت:
دستهایت را بردار برای ما دعا کن. اویس قرنی حیران شد، گفت چطور من برای شما دعا کنم؟ آیا من حقی این کار را دارم؟ گفتند بله، ما را پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم کرده بودند که اویس آمد از او دعا طلب کنید، زیرا اینکه هر وقتا که اویس دستانش را می بردارد جانب الله، الله دستان او را خالی بر نمی گرداند. برادران عزیز، اگر سخن درباره شأن و شرف این بزرگان رود، عالمان دین می گویند که اگر مانند اویس قرنی دنیا پر شود، باز هم به یک تار موی حضرت عمر و حضرت علی رضی الله عنهم برابر شده نمی تواند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا برای ما و شما این پیام را رسانیدنی است که ما بدانیم دعای مادر انسان را تا کجا می رساند و مادرها را قدر کنیم. در جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند در روز قیامت وقتی که جنتی ها جنت می روند، اویس هم می رود. وقتی که نزد دروازه جنت می رسند، الله مهربان می فرماید اویس را باز دارید، دیگران را بگذارید روند. اویس می ترسد، می گوید یا الله، مرا برای چی باز داشتند؟ الله مهربان می فرماید اویس، این شخصانی که می بینی رو برویت استاده اند، اینها اهل جهنم هستند. تو شفاعت کن، به طفیل تو صدها هزار انسان را به جنت داخل می کنم، برای همین تو را باز داشتند. تو شفاعت کن، هر جایی که دست تو اشاره می کند آنها را جنتی می نویسم. برادران عزیز و گرامی، ببینیم که چی سبب شد که این مرد بزرگ صاحب این همه خوشبختی ها شد. آیا نماز تهجد؟ آیا تلاوت قرآن؟ آیا ذکر و تسبیح؟ یا اینکه بار بار رفتن حج عمره؟ یا اینکه روزه گرفتن؟ نه هرگز، تنها خدمت مادر. این بود قصه اویس قرنی رحمت الله علیه. الله مهربان همه ما را توفیق دهد که به این گفته ها و شنیده ها عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.